عزیزان گرامی، دنیا کاروانسرای تجارت است. الله سبحانه و تعالی یاد منافقین میکنه بعد از ذکر صفاتایشان، بعد از اینکه موقع خیلی خوبی برایشان میسر شده بود برای هدایت، برای سعادت و نیکبختی، ولی او چانس طلایی را از دست دادن. الله سبحانه و تعالی امی معاملات منافقین به مثل یک سرای تجارت ذکر کرده. برای ما و شما تنبیه و آگاهی میده که زندگی دنیا یک تجارت است. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما سرمایه بزرگ عمر نصیب کرده. این لحظات عمر ما و شما بسیار قیمتی است، خیلی با ارزش است، ولی ارزش وقتی پیدا میکنه که ما از این لحظات عمر سودی ببریم، فایده بگیریم از آنچه که الله سبحانه و تعالی ما را امر به فایده گرفتن کرده. الله در مورد منافقین میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. الله اسباب هدایت فراهم کرده بود، برای از ما امکانات داده بود که از اونموی امکانات خود استفاده درست بکنه، از مجلس پرنوری رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده عظیم بکنه. امی منافقین بود که هم رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه جهاد بود. امی منافقین بود که ما و شما با پیغمبر علیه السلام در یک صف نماز نخواندیم و پشتش اقتدا نکردیم. امی منافقین پشت پیغمبر علیه السلام اقتدا کرده بود، در صف همراهشان یک جا بود. امی منافقین بود که از مجلس پربرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور پیدا میکردن، سخنان گوهربار پیغمبر علیه السلام از دهن مبارک رسول الله مستقیما میشنیدن. اما طایفه ها دو قسم شد. شخصیت هایی که الله سبحانه و تعالی برای از وقت توفیق نصیب کرد که از این چانس طلایی و از این نعمت عظیم استفاده بکنه، در مقام و مرتبه میرسه که الله سبحانه و تعالی اعلان رضامندی را قبل از قبل میکنه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. بلکه ایمان این صحابه را معیار به قبولیت ایمان دیگران قرار داده. تا زمانی که ایمان ما به مثل ایمان صحابه نشوه، ایمان معتبر نیست. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. هدایت زمان نصیب ما میشه که ایمان ما به مثل ایمان صحابه رضی الله عنهم شوه. اما بالمقابل فریق دیگری که هم نشین امی صحابه بود، در کل حالات، در کل کیفیات با اون صحابه هیچ کدام فرقی نداشتن. فقط فرق در این بود که یک قلب بسیار تشنه بود، یک قلب عظمت پیغمبر را میشناخت، یک قلب درک کرده بود که ما چی مسئولیت دارم، و قلب دیگری نعوذ بالله در فکر مادیات دنیا، در فکر از اینکه توده کمی مردم چطور غلبه حاصل بکنه در مقابل طاغوتا و این امپراتوری های بزرگ. فکر میکردن این دعوت و این سلسله شاید از بین رفتنی باشه، نباشه که سبا روز ما شرمنده شویم و در پیش کفار ملامت باشیم و سر ما دیگم تاخت و تاز بکنه. یک رای رو باگک امرای از وا داشته باشیم. باور نداشتن که اسلام دینی است که یعلو ولا یعلا علیه. اسلام دینی است که غالب است، سر این هیچ غلبه نمیه. این تصور نمی کردن. از امو خاطر در جنگ بدر با تعداد کمی صحابه که در مقابل لشکر عظیم مجهز استادگی کرده بودن، گفت سیکو خواباره میبینه. پیغمبر علیه السلام در جنگ خندق که میگفت ما در روشنایی و ضربه که به سنگ داده بود و در اونجا قصرهای شام، قصرهای فارس، قصرهای حبشه را میدید، یا خنده میکردن، استهزا میکردن. خودش از گشنگی حتی لقمه نداره که بخوره و گپ از قصور شام میزنه. بله، کسایی که در قلبش نفاق باشه، کسایی که در قلبش مرض باشه، کسایی که باورمندی به اسلام نداشته باشه، در مورد اسلام ابی تصور نادرست داره.